سلام و عرض ادب خدمت شما یک دوستای گلم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید، روزی پرپول پرسید رو براتون آرزو میکنم. دوستان گلم، این چند روز فعالیتم کم بود، عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه یه خورده درگیر بودم. از امروز میخوام فعالیتم رو روزانه یک ویدیو تولید کنم، فعالیتم رو خیلی محکم کنم چون امتحاناتم بود، مدارسم بود. الانم امیدوارم که بتونیم در کنار هم سود خوبی رو در بیاریم. امروز هم با یک اسپات پرداخت $1 و معرفی یک سایت خفن که بهتون نشون میدم که سایت ترونه. بعد این اسپات پرداخت $1 که میذارم تونستم توی 2 ساعت الی 3 ساعت به دست بیارم و خودتون هم میدونید هر $1 هم 32,000 تومان قیمتشه. شما با حالا وقت گذاشتن 12 ساعت الی 13 ساعت میتونید قشنگ روزانه تا 200,000 تومان یا 400,000 تومان یا بیشتر درآمد داشته باشید. امیدوارم که بتونید سود خوبی از این برنامه‌ها داشته باشید و نحوه نخریدنش الان بهتون میگم. بریم سراغ اسپات برداشت اول و بعد بریم سراغ سایت ترون و بعد به شما سایت ترون رو توضیح بدیم. اول بریم سراغ اسپات برداشت. دوستان گلم، این برنامه است که اون دفعه بهتون نشون داده بودیم و آموزشش رو توی چنل گذاشتیم. دوستان نکنید، من الان میخوام توی کیف پول پایرم برداشت انجام بدم و در اینجا آدرس کیف پول پایرم می نویسم. خب در اینجا من نوشتم و مقدار USD که میخوام برداشت بزنم 1.08. خب در اینجا راحت تونستم با دیدن تبلیغات در بالا این عدد رو به دست بیارم. در حال پندینگ در اینجا همینطور که میبینید، نکنید دوستان، همینطور که در اینجا میبینید در حال پندینگ، نگاه کنید. بذارید من اینجا اینو درست کنم. خب در حال پندینگ، نگاه کنید. خب هنوز انجام نشد، یه رفرش انجام میدیم. خب اینجا ببینیم که انجام شده، در حال پندینگ. وقتی که انجام بشه برای ما یک اینجا در بالای صفحه یک میاد ویدرا سکندز، یعنی برداشتی انجام شد، یک اعلام برای ما میاد و بعد میگه واریزی رو براتون انجام میدیم. دوستان نکنید، راحت با وقت گذاشتن چند ساعت توی این برنامه میتونید روزانه درآمد بسیار خوبی رو داشته باشید. الانم این درآمدی که به پایه دریافت می‌کنیم رو بهتون یاد میدم که چطوری نقدش کنید و حالا به هر ارزی که دوست داشتید دریافت کنید و به صرافی ایرانی بفرستید و بفروشید. خیلی خیلی راحت دوستان، خیلی خیلی راحته. امیدوارم که الان برداشتی انجام شده باشه. من برم VPN رو خاموش کنم و برگردم. خب دوستان گلم، من VPN رو خاموش کردم و الان برام یک اعلان از بالا اومد، گفت که ویدرا سکندز برداشت انجام شد، سکندز فول برداشت انجام شد و در اینجا ما وارد پایر میشیم. در کیف پول پایرمون در قسمت بالا خب پایر رو میزنیم. خب ما اینجا رمزمون رو در پایر وارد میکنیم، وایسیم تا بالا بیاره. خب بله، رمزمون رو در اینجا میزنیم. خب همونطور که میبینید در اینجا دوستان در بالا برای من، نگاه کنید، همونطور که میبینید در بالا برای من معادل $1 و 6 سنت نمایش داد و ما تونستیم با راحت با چند ساعت وقت گذاشتن یک پول خوبی رو به دست بیاریم. نگاه کنید دوستان، در اینجا همونطور که در اینجا میبینید برای من $1 و 6 سنت برای من واریزی انجام داد. دوستان الان میخوایم مثلا اینو بفرستیم به صرافی مثلا کوینکس یا صرافی کوکوین یا هر صرافی که دوست داشتید، اصلا حتی صرافی ایرانی. خب در اینجا ما این دلار رو روی اول ما روی، نگاه کنید دوستان، ما روی اکسچنج میزنیم. خب در اینجا یه خورده این قلمم بده. خب نگاه کنید در اینجا پایین روی اکسچنج میزنیم و وقتی که روی اکسچنج زدیم در اینجا بالا، نگاه کنید اینجا، خب اینجا فکر کنم بشه نمایش داد. عذرخواهی میکنم امروز یه خورده. خب نگاه کنید در بالا در اینجا رو دلار قرار میدیم و اینجا روی ارز داش کوین. هر کاری که من میکنم رو انجام میدم. ارز دیگه کارآموزای زیادی میگیرم، بعد داش کوین کمترین کارآموز رو برمیداره. در بالا بس دلار، در پایین داش کوین. خب ما در اینجا در بالا روی دلار قرار میدیم و در پایین روی ارز داش کوین و اینجا میزنیم 1.06 سنت. خب بله درسته. خب در اینجا برای ما آورده
و در اینجا روی اکسچنج میزنیم. برای ما اکسچنج یعنی روی بالانس میزنیم و روی ارز داش کوین میریم، وارد کیف پول تراست والت میشیم و سعی کنید همین کارهایی که من دارم انجام میدم شما انجام بدید. خب وارد کیف پول تراست والت میشیم و بله در اینجا ارز داش کوین اون دفعه هم یه واریزی انجام دادم در اینجا و از این برنامه و الان هم دوباره انجام میدم. نکنید دوستان چند بارم هم برداشتی داشتم از همین برنامه، خیلی برنامه فوق العاده ای دوستان، سعی کنید ازش استفاده کنید. در اینجا روی ترانسفر ما میزنیم و میزنیم روی داش کوین. برای ارسال ارز روی ترانسفر باید بزنید، روی ترانسفر میزنید، روی داش کوین میزنید و اینجا مقداری که میخواید رو انجام نکنید. اینجا یک عدد داره، نکنید اینجا در اینجا یک عددی است و ما روی این میزنیم، روی همین عدد میزنیم. نکنید وقتی که روش بزنیم در اینجا برای ما خودش میاره. خب در اینجا ما ترانسفر رو میزنیم. خب در اینجا برای ما بالا بیاره و بله اصلا در اینجا نیازی است که اصلا اون رو بزنیم. خودمون در اینجا اول روی داش کوین میزنیم، در اینجا مقدار لازم رو مینویسیم، صرف همون 2 دیگه بیشتر نمینویسیم. خب آدرس عذرخواهی میکنم آدرس رو پیست نکردیم. آدرس رو پیست میکنیم و در اینجا آدرس رو پیست کردیم. خب این هم روی آل میذاریم و ترانسفر رو میزنیم. در اینجا برای ما اعلان کانفریم میاریم و کانفریم رو میزنیم، کلوز رو میزنیم و میبندیمش. خب بله دوستان همونطور که میبینید در اینجا برای ما الان واریزی انجام میشه. وقتی که انجام شد ما دوباره این رو ارسال میکنیم به صرافی کوینکس و وقتی که ارسال کردیم به صرافی کوینکس اینجا تبدیلش میکنیم به تتر و اینجا میتونید به هر که صرافی که خواستید. الان زیاد من ادامه نمیدم چون وقت ویدیو گرفته میشه. نکنید دوستان از تراست والت ارز داش کوین رو میتونید به هر جایی که دوست داشتید، به صرافی ایرانی به هر جایی که دوست داشتید بفرستید. ارز داش کوین هیچ کارمزدی نداره، کارمزد صفری داره توی تراست والت. نکنید در اینجا ما روی پیست میزنیم، مثلا میزنیم 10,000 تا ارز داش کوین که میشه معادل 5 میلیون دلار که این کارمزد چقدر میگیری. کارمزدش هم نکنید همونطور که میبینید در اینجا مثلا کارمزد ارز داش کوین معادل 0 دوستان. اصلا کارمزد ارز داش کوین 0، ارز داش کوین عذرخواهی میکنم. پس راحت میتونید کارتون رو انجام بدید و به هر صرافی که خواستید به هر جایی که خواستید بفرستید و نقدش کنید. اینم از این. پس ما وارد کیف پول پایر میشیم. پس من توی تراست والت اومد این بحث رو قطع میکنم و میریم سراغ سایت ترونمون. خب باید میتونید برای ما واریزی رو انجام بده. وقتی که انجام داد اینجا اولا یه رفرش انجام بدیم ببینیم که انجام شد. بعد همونطور که میبینید در اینجا برای ما انجام شد. وارد تراست والت میشیم، یه رفرش میکنیم، دوباره یه رفرش میکنیم، اصلا بریم بیرون، دوباره صفحه یه رفرش کنیم. الان دیگه باید برای ما واریزی رو انجام بده. اعلان ایمیل ما در بالا اومد که برای شما واریزی رو انجام دادیم. ما استوب میزنیم تا وقتی که واریزی انجام شد دوباره ویدیو رو ادامه میدیم. خب دوستان همونطور که در اینجا می‌بینید برای ما ارز داش رو واریز کرد. حدود 5 الی 6 دقیقه کشید تا واریزی برای ما انجام بشه. دوستان ما از این میگذریم و میریم سراغ توضیحات سایت و اینکه امیدوارم که کلاً پرسود باشید. بریم سراغ سایت و توضیحات رو خدمتتون عرض کنیم. دوستان سایت MG رو امیدوارم که بتونید از این سایت هم سود خوبی رو به دست بیارید و توضیحات هم خدمتتون میگم. دوستان قبل از اینکه توضیحات این سایت رو خدمتتون میگم، اگه تا اینجای ویدیو تا اینجا خوشتون اومد یه لایک بکوبین و سابسکرایب رو انجام بدید و نوتیفیکیشن کانال روی آل قرار بدید. چرا میگم نوتیفیکیشن؟ چون اینکه من هر ویدیویی که تولید میکنم، هر ویدیویی که رو آپلود میکنم، شما ازش با خبر بشید و بتونید سریع
ویدیو رو ببینید و فرصت ها رو ازش استفاده کنید. و ایدراپ هم خیلی قرار میدم من این سری میخوام ایدراپ رو شروع کنم و ایدراپ های خیلی زیادی بهتون معرفی کنم. امیدوارم که کانال بنده رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای بنده رو هم لایک کنید. دوستان نکنید این سایت ثبت نامش رو قطعا خودتون بلدین. یک شماره تلفن داره، یک پسورد، تکرار پسورد و اینویلت کد که حالا اینویت کد یا اینویلت کد همون کد معرف که با لینک وارد بشید خودش زده میشه. بدون کد معرف ثبت نام انجام نمیشه. حالا هر کد معرفی که دوست داشتید میتونید بزنید. کد دوستانتون و کد فقط باید درست باشه. کد دوستانتون، کد آشناییتون، ولی وقتی با لینک وارد بشید دیگه نیاز به کد معرف نیست. و اینکه یک کد کپچا میزنید و ثبت نامتون انجام میشه. دوستان نکنید ما در اینجا وقتی که ثبت نام رو انجام میدیم این قسمت دپوزیت داره، این قسمت ویدرا داره. خب قسمت دپوزیت برای چی؟ برای سرمایه‌گذاری. قسمت ویدرا برای برداشت. ما روی قسمت دپوزیت میزنیم و خب این قسمت ماینینگ اکانت داره، این قسمت اینوستمنت اکانت داره. اینوستمنت اکانت یعنی اون سرمایه‌ای که وارد سایت میکنید میتونید به عنوان کیف پول استفاده کنید. اصلا این قسمت اینوستمنت اکانت پیشنهاد نمیشه، اصلا یه چیز پوچ و بیهوده‌ایه، اصلا اینو بذارید کنار. قسمت ماینینگ اکانت ما کار داریم. روی قسمت ماینینگ اکانت میزنیم و وقتی که روی قسمت ماینینگ اکانت زدیم این قسمت آدرس داره که ما میتونیم واریزی رو انجام بدیم و حداقل واریز هم 5 ترونه و با واریز کردن توی این سایت میتونید سود روزانه دریافت کنید. دوستان سود روزانه این سایت 4%، البته 4% واقعی مثل سایت های دیگه نیست که بگی 13% یا 12%، ولی 2% سود بده. این درصدی که داره نشون میده این سایت 4% ولی واقعیه. 4% میده. من با یه اکانت دیگه هم برداشت دادم. سایت فوق العاده ایه. امیدوارم که بتونید از این سایت سود خوبی به دست بیارید. دوستان عجولانه تصمیم نگیرید، یه خورده به سرمایه‌ای که میخواد بذارید فکر کنید، سریع تصمیم نگیرید. ممکنه این سایت 1 ساعت الی 2 ساعت دیگه، 1 هفته دیگه، 10 هفته دیگه، 1 بار دیگه، 10 ماه دیگه جمع کنه بره. سرمایه‌تون ممکنه به باد بره. اون سرمایه‌ای که نیاز ندارید رو از این توی اینجور از سایت ها وارد کنید. اصلا ارز دیجیتال به کل ریسکه. باز شما دارید توی ریسک میکنید. البته اگه ریسک پذیر خوبی هستید، اگه ریسک پذیر هستید توی اینجور از سایت ها سرمایه گذاری کنید تا بتونید هم تجربه دست بیارید، هم بتونید سودش رو ببرید. دوستان سعی میکنم من البته خودم توی اینجور از سایت ها سرمایه کمی هم که هست وارد کنم که ببینم که تجربه‌ام رو توی این سایت ها ببینم که به چه صورت تجربه به دست بیارم، ببینم که آیا این سایت ها عمر مداومی دارن یا نه. شما سعی کنید که تجربه دست بیارید. حالا هر چقدر مبلغ کمی هم هست، 5 تا 6 تا هر چی هم هست، میتونید سرمایه بذارید و تجربه دست بیارید. حالا میتونید هم نذارید، اصلا هیچ اجباری نیست. سرمایه خودتونه. میتونید اصلا 1000 تومان میتونید 1 میلیون تومان بذارید، میتونید 10 تا تومان بذارید، میتونید 5 تا تومان بذارید، میتونید اصلا نذارید. هر کاری دلتون خواست میتونید خودتون بکنید و اینکه اختیار خودتون هم خودتون دارید دیگه. سرمایه‌تون هم مال خودتونه، کسی هم هیچ دخالتی نمیتونید داخلش داشته باشه. امیدوارم که از توضیحاتی که در مورد این سایت دادم راضی باشید. یه توضیح دیگه همون در مورد برداشت این سایت که ویدرا و در اینجا مینیمم حالت برداشت نداره. حالا هر سودی که روزانه بگیرید میتونید در اینجا امانتشو وارد کنید. لیمیتشو در اینجا در بالا نوشته، دیلی ویدرا لیمیت در بالا نوشته. هر عددی که هست در اینجا ما میذاریم روی همون مایند والت و در اینجا و در این قسمت امانت رو می‌نویسیم. در این قسمت اسخای می‌کنم آدرس رو می‌نویسیم و در اینجا پسورد رو می‌زنیم و در اینجا هم لیمیت رو می‌نویسید که هر چقدر که سود دارید. حالا 2 ترون روزانه برداشت می‌کنید، 10 ترون برداشت می‌کنید، هر چقدر برداشت می‌کنید در اینجا می‌نویسید و سودتون رو می‌گیرید. خب اینم از این. و در قسمت همون میریم، همون پروفایل میریم. یه قسمت اپ داره، اپلیکیشنش رو می‌تونید در اینجا دانلود کنید. اپلیکیشنش رو می‌تونید در اینجا دانلود کنید و حالش رو ببرید. در اینجا نوتیفیکیشن هم که این چیزا مهم نیست، اینجا هم شیر گذاشتنه. بهترین چیزی که مهمه همین اپلیکیشنه که در اینجا میتونید دانلود کنید. لوگوتون برای خارج شدن از این سایت و اینم از این. دوستان امیدوارم که بتونید از این سایت استفاده کنید و سود خوبی ببرید. اگر هم استفاده نکردید میتونید این ویدیو رو به یک چشم گذری نگاه کنید و رد بشید. اصلا میتونید بهش توجه نکنید و همه چی دست خودتونه. امیدوارم که راضی باشید و صداقت بنده رو درک کنید. خیلی دوستون دارم. دمتون گرم که حمایت میکنید. انشالله بتونیم در آینده ویدیوهایی در مورد ایدراپ، در مورد کسب درآمد دلاری، در مورد چیزهایی که درآمد آنلاین دارن و میتونن به شما رو به سود برسونن. امیدوارم که بتونیم ویدیوهای زیادتری تولید کنیم.
از الان به بعدم ویدیو رو منظم تولید میکنم روزانه، چون امتحاناتم دیگه تموم شد. امیدوارم که بتونیم سود خوبی رو در کنار هم به دست بیارید. پرسود باشید، روز خوبی هم داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.